سلام، به دربست اقتصاد خوش اومدین. اینجا خبرهای اقتصادی رو دربست میفرستیم خونتون. الو اداره او جان میگه ما برقمون قطع کردن. یه چرا اومون قطع کردین؟ بگو او شرمنده ولی برای برقو میتونن برات یه کاری بکنن. یعنی در صورتی که اداره برق اداره او وصل کنه، اداره او اداره برق وصل بکنه، برای برقو میتونن کاری برات بکنن. بگو فهمیدی چه گفتن؟ یک پیامک. تهرانیای عزیز، آب قطعه. بارندگی تو تهران نسبت به پارسال 83% کاهش داشته و سدها بی‌آب شدن. حتی گفتن تو حموم زیاد فکر نکنین که آب هدر نره. از اونجایی که با قطعی برق خیلی خوب کنار اومدین و طبق برنامه پیش رفتین، از این به بعد در کنار برنامه برق من آب منم نصب کنین که ایشالله پاییزم با سربلندی بگذرونین. این فرق بکنه اون فرق بکنه. گمرک توقف واردات موز رو تکذیب کرد. کی گفته ما دیگه موز وارد نمی‌کنیم؟ از اول مهر تا الان 114,000 تن موز وارد کشور شده و بابتش 33 میلیون دلار هزینه کردیم. یعنی حتی اگه هر کدوممون تو خونه یه میمون به عنوان حیوان خونگی داشته باشیم، بازم این میزان مصرف موز زیاده. توش موزه بابا، موز. یوتیوب رفع فیلتر میشه، اما گاماست. فرمودن سیاست دولت اینه که همه به یوتیوب دسترسی داشته باشن، چون یوتیوب یه دانشگاه آنلاینه و مرحله اول رفع فیلتر هم برای دانشگاه‌ها انجام میشه. یعنی از این به بعد میتونین تو کافینت دانشگاه عشق ابدی و با من آماده شید برین دیتو بدون فیلتر شکن نگاه کنید. آتیش اونجا. راننده‌های اینترنتی باید کاملا زوری بیمه بشن. از این به بعد باید 4% از کرایه هر سفر رو به عنوان حق بیمه به تامین اجتماعی بدن که این باعث افزایش کرایه هم میشه و حتی مشخص نیست کی این تصمیمو گرفته. ولی فکر کن بعد از 2 تا شغل تمام وقتی تصمیم میگیری شب و بیای به صورت پاره وقت راننده اینترنتی بشی، همش باید ماشین حساب دستت باشه و 4% کرایه ها رو برای تامین اجتماعی بذاری کنار. قبلا همه دنبال این بودن که جنسیت بچه رو از قبل تعیین کنن. الان قضیه دارکتر و پیچیده تر شده. یه سری شرکت خصوصی دارن همه سعیشون رو میکنن که دست ببرن تو دی ان ای جنین و تصمیم بگیرن بچه آیکیوش چقدر باشه، چه بیماری هایی داشته باشه و حتی قد بلند باشه یا قد کوتاه. الان دیگه دختر و پسرش مهم نیست، همین که چش ابرو مشکی و چارشونه و قد بلند و باهوش باشه و گاهی یه سردرد کوچیک بگیره کافیه. ظواهر برای من مهم نیست، این اخلاق شماست که من دوست دارم. خلاصه که دربست در خدمتتونیم با دربست اقتصاد.